چند ضلعی های مهدب یا مقعر. مهدب اسم دیگهش کژ، مقعر اسم دیگهش کاوه. امروز دو تا روش بهتون یاد میدم که فرق چند ضلعی های مهدب و مقعر رو از هم متوجه بشین. بچه‌ها چند ضلعی های مهدب همین چند ضلعی هایی که همیشه باهاش سر و کار داریم، مستطیل، مربع، مثلث. اینا چند ضلعی هایی هستن که مهدب هستن. نگاه کنید بچه‌ها، اینجا رو ببینید. هر چند ضلعی که یه زاویه داخلی بزرگتر از 180 درجه داشته باشه اون میشه چند ضلعی مقعر یا کاو. این الان مقعره، زاویه داخلی بزرگتر از 180. این بچه ها مهدبه، این مهدبه. مهدبه رو من تیک میزنم. بچه ها مستطیل هم مهدبه، مهدبه یک کم. خب نگاه کنید چند ضلعی های مهدب یا مقعر. بچه ها اینو ببینید، اینجا یه زاویه داخلی بزرگتر از 180 داره، پس اینم مقعر یا کاوه. بچه ها اینم یک زاویه داخلی بزرگتر از 180 درجه داره. بچه ها این یکی هیچ زاویه داخلی بزرگتر از 180 درجه نداره، پس این مهدبه. اینم نگاه کنید یک زاویه داخلی بزرگتر از 180 داره، پس اینم مقعره. این یه دونه رو میذارم برای شما. حالا بریم سراغ روش دوم. روش دوم اینه که شما دو تا نقطه رو جوری انتخاب کنید که اگر این دو تا داخل اون چند ضلعی، اگر این دو تا نقطه رو به هم وصل کنید از اون چند ضلعی بیرون بزنه. اونجوری میشه کاو یا مقعر. نگاه کنید بچه‌ها، اینو ببینید، دو تا نقطه اینجا میذارم. اگر این دو تا نقطه رو به هم بچسبونم از این چند ضلعی بیرون زد. پس این کاوه. این یکی امکان نداره همچنین دو نقطه رو بتونیم پیدا کنیم. پس این مهدب یا کژه. این یکی هم که امکان نداره، مستطیل هم مهدب یا کژه. این یکی میشه. نگاه کن اینجا و اینجا مثلا. اگر این دوتا رو به هم وصل کنین از این چند ضلعی بیرون میزنه، پس این مقعر یا کاوه. این یکی هم همین گفته بودیم مقعر دیگه، نگاه کنید بیرون زد. این یکی امکان نداره بتونید همچنین کاری رو کنین. این یکی هم بچه‌ها مقعره، اگر دو تا نقطه اینجا بذاریم به هم وصل کنیم از این چند ضلعی بیرون میزنه. راجع به این یکی بچه‌ها با هر کدوم از این دو تا روش که خواستین جواب رو پیدا کنیم، به من بگین مهدبه یا مقعره. حالا میتونید بگید کژ یا کاو، هر اصطلاحی رو که دوست داشتین به کار ببرید. ممنونم.